سلام خدمت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس. ابراهیم هستم با جلسه 34 آموزش برنامه‌نویسی سی شارپ. تو این جلسه می‌خوایم یک کالکشن جنریک جدید رو بهتون معرفی کنیم به نام استک و مورد بررسیش قرار بدیم. شما فقط لطف کنید قبل از آموزش اون دکمه قرمز سابسکرایب پایین ویدیو رو بزنید، زنگوله جلوش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشین و لایک و کامنت فراموش نشه. این اینستاگرام ما هم هست، میتونید فالو کنید و از آخرین خبرها توی اینستاگرام با خبر بشین. خب دوستان بریم ببینیم استک چیه. استک از یک کالکشن لیستیه برای ذخیره داده که از یک استایل خاصی داره تبعیت میکنه. ما بیایم یه پینتی باز کنیم، یک شکلی رو میکشیم، میایم اینجا یک مستطیل میکشیم و خطایی رو اینجا میکشیم و میره تا بالا. حالا به ترتیب داره همینجور ادامه داره میاد تا بالا. این میشه 0، این میشه 1، این میشه 2، این 3، 4، 5 تا n. اوکی. خب دوستان ببینید توی استک بهش چی میگن؟ به استایلی که گفته بودیم یا سبکی که گفته بودیم، نوعی که داره، نوع ساختار کاریش که گفتیم میشه چی؟ لیفو یا چی؟ last in first out. یعنی چی؟ میگه last in first out. من میخوام داده وارد کنم توی لیستمون، میخوام اد کنم. حالا میگیم اد توی، چون کالکشن لیست های دیگه ما داشتیم اد، یا اینجا به اسم پوش داریم، میگیم آقا پوش کن داده رو. میگیم مثلا 10 رو من وارد میکنم، 12 وارد میکنم، 5 نمیدونم 420 یا مثلا 50. خب ببینید گفته بود چی؟ last in first out، یعنی آخری که وارد شد اولی خارج میشه. الان ما میخوایم داده ایشو ازش بکشیم. زمانی که توی این پشته ما داده ای ریخت، میخوایم به آخر داده ای که ازش برداشت کنیم یه دستور پوش داریم، یه دستور پاپ. میتونیم با پاپ داده های خودمون رو از داخلش واکشی کنیم. زمانی که میخوایم بیایم واکشی داده کنیم میبینیم که دستور اجرا میشه، آخرین داده ای که داخل این پشته ما گذاشتیم این با عنوان خروجی به ما داده میشه. همینجور میره به ترتیب تا پایین. اول 50 توی داده واکشی میشه، بعد 20، بعد 400. پس میشه چی؟ آخرین ورودی که داریم میشه اولین خروجی ما. همونجوری که میبینید اشتباه زدیم، میبینید میگه آخرین ورودی ما میشه اولین خروجی ما. پس زمانی که ما عملیات پوش وارد کردن و اد توی کالکشن های دیگه که داشتیم و انجام دادیم، زمانی که میخوایم داده رو واکشی کنیم میشه آخرین ورودی اولین خروجی. به ترتیب میاد پایین. حالا مثالی که تو همه میشه کتاب ها و نمیدونم ویدیوهای ایرانی خارجی، حتی اساتید دانشگاه هم که بودن همین مثال میزدن که چی؟ اگه یک ظرفی رو در نظر بگیرید، توی مثلا شما میاد ظرف بشورین، به ترتیب میچینین میایین تا بالا. زمانی که میخواین بردارین همون بالایی رو برمیدارین، یعنی آخری که گذاشتین روش میشه اولین ظرفی که برمیدارین. این مثالی که تو همه جای میشه گفت اینو پیدا میکنه، همه راحت ترین مثالی که میشه زد. خب بیایم باش کار کنیم. من اینو بردارم و بیایم ببینیم چیه. خب اینجا خودش هم توضیح داده از نوع کالکشن جنریکه و چه متدهایی داره. متد پوش داریم و متد پاپ و متد پیک. این سه تا متدهای مهم ما که شروع میکنیم به کار کردن. اولین کاری که باید بکنیم، باید یک صف برای خود، یک پشته باید برای خودمون بسازیم. میایم ازش استفاده میکنیم، بیایم بسازیم. میایم میگیم چی؟ توی فرقی با کالکشن لیست های دیگه نداره. کالکشن جنریک که داشتیم کافی اینجا بگیم استک طبق معمول و اینجا بگیم اینت و یک آبجکت میسازیم و میگیم نیو، ببخشید، خب یک کنسول دات رید کی میزنیم که تا یادمون نرفته. خب
این شد یک تعریف یک استک. ما الان تونستیم یک کالکشن لیستی داشته باشیم از نوع استک. حالا اون استایل کاریشه که دیدین، میخوایم همون کار رو باش انجام بدیم. ما تو کالکشن های دیگه میمدیم از دستور اد برای اضافه کردن داده استفاده میکنیم، ولی توی استک میایم از چی استفاده میکنیم؟ میگیم obj.push. میتونیم بگیم push. ببینید میگه یک int item. چرا میگه int item؟ چون کلاس استکمون رو از نوع تایپ پارامتر int پاس دادیم، پس باید داده های ما از بعد int باشه. من میگم 10. ببینید 10 اضافه میشه به اون پشت ما، بعد obj.push مثلا 25. خب چند تا اضافه کنم، مثلا باشه 12 2 23 4. خب اینو بریم خروجی بگیریم. دقت کنید اینجا رو for each من میزنم آیتم هم باشه از نوع کالکشن هم باشه از نوع obj و console.writeLine چیمون رو چاپ کن؟ آیتم رو چاپ کن. اوکی. اینجا یه دونه کنسول تا کجا نوشتیم؟ console.writeLine یه دونه هم اینجا برای اطمینان خاطر یه دونه میگیم خط پایین بیاد و یه دونه هم خط جدا کننده میذاریم. حالا خروجیمون رو ببینیم چیه. اولین داده ما چیه؟ 10 25 12 2 23 و 4. ولی زمانی که میخوایم چاپ کنیم ببینید به چه صورت داره چاپ میکنه. دقیقاً عکسش 4 23 2 12 25 10. یعنی از آخر، یعنی از آخرین داده‌ای که میگیره شروع میکنه به چاپ کردن. چرا؟ چون از شبیه یک جاییه که فقط دسترسیمون از بالا، یعنی زمانی که یک داده، یک ظرفی، چیزی رو که میریزیم داخلش میره ته ته. زمانی که میخوایم اون داده مورد نظرمون رو بگیریم باید این داده های بالایی روش رو برداریم به ترتیب برسیم به داده مورد نظرمون. خب این شد پس یک تعریف استک و به وسیله پوش تونستیم چیکار کنیم؟ داده بهش اضافه کنیم. همونجور که میبینید اومدیم یک استک تعریف کردیم. حالا میتونه این استک از یه آرایه به طور یه جا داده های خودش رو بگیره و ازش استفاده کنیم. خب اینا که تو جلسه قبلم کار کردیم، گفتیم مثلا به یه چی بود؟ هش تیبل. به هش تیبل میتونیم یه دیکشنری کلا پاس بدیم. اینم همینه. دقیقاً به یک یه استک میتونیم یه آرایه مستقیم پاس بدیم، مشکلی نداره. خب اینا که هیچی. بیایم این چند تا متد اصلی مونه. یه پوشه، یه پیکه، یه پاپه، یه کانتینه، یه دونه هم کلیر. کلیر که مشخصه کل. الان من بیام کلیر رو همه اول بهتون نشون بدیم. کافیه فقط اینجا بگم obj.clear. اتفاقی که انجام میفته ببینید کلا remove all object. تمام داده هایی که داریم پاک میشه. هر داده ای که داشتیم رو میگیره پاک میکنه. این شد پس از کلیر. و قسمت مهمش پوشه که گفتیم میشونه پاپ. ما دو تا آیتم داریم، دو تا دستور، دو تا آیتم که دو تا متد داریم، پیک، پاپ. یعنی پاپ میاد داده رو از داخلش واکشی میکنه. اینجا رو ببینید. من میخوام اینجا چیکار کنم؟ به اندازه با وایل. اینا با وایل نمیشن، میتونیم با فور ایچ هم بنویسیم. میتونیم با فور ایچ که خود آیتم رو میگیره، ولی با فور هم میشه، با وایل هم میشه. مثلا با فور میتونیم بنویسیم فور مثلا obj.count. همیشه یادتون باشه تو آرایات، توی کالکشن هایی که دارین، برای اینکه بفهمیم
تعداد خونه ها، تعداد داده هایی که داریم توی کالکشن، آره یا کانت یا لنگث. از این دوتا حالت مستثنا، یعنی همیشه یا کانت داریم یا لنگث داریم. خب این شد از تعداد خونه هایی که داریم، تعداد داده هایی که داریم. حالا میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم کنسول یه بدیه این داره، کانت همیشه، بذار همین رو بنویسم بدونین چرا با فور ننویسیم بهتره. دات رایت لاین و بگیم پاپ کنه، ببخشید obj دات پاپ و تمام. این هم شد پاپ ما، داره خروجی چاپ میکنه. ولی ببینید وقتی که اجرا میکنیم با یه مشکلی باید بر بخوریم. خب کلیه رو برای چی اینجا گذاشتیم؟ اما اول همه رو پاک کرد. خب داده های خودمون رو پوش کردیم، پاپ 4 23 2. ولی من این همه داده دارم. چرا؟ دستور پاپ میاد داده مون از داخل استکمون واکشی میکنه. زمانی که واکشی میکنه همونم پاک میکنه. به خاطر همینه که کانتمون هی تغییر میکنه. به خاطر همین میان چیکار میکنن؟ میگن بیایم از دستور وایل استفاده کنیم و بگیم تا زمانی که obj.کانتش مخالف صفره چیکار کن؟ کنسول دات رایت کن، رایت لاین بذاریم و بگیم obj دات پاپ. پاپ هم یک متده. خب چیکار میکنه الان؟ ببینید تا زمانی که تعداد خونه هاش صفر نشده شروع میکنه به پاپ کردن. همینجور داده رو میگیره و پاک میکنه، میگیره و پاک میکنه. به خاطر همین بود تو حلقه فور نمیشد اینو به درستی استفاده کرد. ولی خب یه حالت دیگه داریم. ببینید یه پاپ داریم گفتیم، یه دونه دیگه داریم چی؟ پیک. اینجا می نویسم پیک و شروع میکنم. داره همینجور میره، دستش هم درد نکنه. اینجا رو بیایم با حلقه فور بنویسیم که تفاوتش رو ببینید. ولی چرا پیک هی تکراری بود؟ من یه چیزی دیدم همیشه آخری رو داره میاره. درسته، همیشه ببینید چی میگه؟ the pick method return lastly add value from the stack but does not remove. میگه چی؟ میگه همیشه آخرین دادهمون میگیره، نشون میده، به ما نشون میده و پاکش نمیکنه. یعنی من الان اگه بخوام اینجا بگم چی؟ رایت، کنسولش رو فراموش کردیم، رایت لاین، بگم obj.pick، متد پیک رو فراخونی میکنیم و میزنیم. من 2 بار این کار رو انجام میدم یا 3 بار. ببینید چرا این کار رو انجام دادم. ببینید 3 بار 4 رو گرفت چاپ کرد. 4 کدوم اون بود؟ آخرین مقداری بود که ما وارد کردیم. پس پیک میاد چیکار میکنه؟ آخرین داده ما رو میگیره و پاک نمیکنه. من این وسط چیکار میکنم؟ یه پاپ انجام میدم، عملیات پاپ انجام میدم و چند تا پیک هم اینجا میگم انجام. پاپ پی اولش بزرگه، یه چند تا پیک دیگه هم اینجا میذارم که ببینید. من اینجا هم یه پاپ انجام میدم. خب ببینید چه اتفاقی رخ میده. ببینید 4 همون المان رو نشون میدیم. ببینید پیک کرد، 4 نشون داد، پاپ 4 نشون داد، ولی زمانی که پاپ میشه دیگه 4 رو حذف میکنه، دوباره پیک میکنه، 23 رو نمایش میده و چون آخرین بعد از 4 23 بود دیگه، میاد دوباره پیک میکنه، آخرین مقدارش 23، دوباره پاپ میکنه 23، ولی چیکار میکنه؟ 23 رو پاک میکنه از پشتمون با دستور پاک و دوباره پیک میکنه 2، چون بعد از 23 2 باید باشه. و من یه کار دیگه میکنم، یه چند تا دیگه فقط پیک میذارم. خروجیشو ببینیم. ببینید از اینجایی که دیگه
پاپ دیگه عملیاتی انجام نداد، فقط پیک داره انجام میده، همیشه داره آخرین مقدار استک رو بر میداره و پاک نمیکنه. پس چی شد؟ پاپ آخرین مقدار رو میگیره و پاک میکنه. پیک میاد چیکار میکنه؟ همیشه آخرین مقدار استک رو میگیره ولی پاک نمیکنه و هر باری که پیک کنین همیشه آخرین مقدار رو فقط بهتون نمایش میده. میشه ازش استفاده کرد زمانی که نخواین آخرین مقدار رو پاک کنید. پس این شد دستور پیک و پاپ. یه دونه کانتین داریم که مثلا میخوام ببینیم یک داده داخل استکتون وجود داره یا نه. مثلا میام اینجا چی میگم؟ میگم رایت کنه چی؟ مثلا میگیم عدد 12. کافیه بگیم دات کان، دو تا دات زدم، دات کانتین. دوست عزیز چرا بگی نمیگیره کانتین. خب چه مقداری؟ مثلا بگیم 12 وجود داره. آره، بعد مقدار ترو برای ما برگردونه. پس مقدار شده ترو. ولی اگه بگیم مثلا این مقدار که وجود نداره توی پشتمون، پس مقدار فالس باید به ما برگردونه. پس این شد یک کالکشن جنریک استک یا پشته بهش میگن که توی فکر کنم ساختمان داده بخونین اینو، درس ساختمان داده. ولی خب کاربردش اینه که همیشه داده‌ای که آخرین داده‌ای که وارد میشه به عنوان اولین داده میتونیم اینو واکشی کنیم. خب اینم از استک. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. فقط شما لطف کنید اون دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید، جلوش زنگولش رو بزنید و لایک و کامنت فراموش نشه. این اینستاگرام ما هم هست، میتونید فالو کنید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.